از چشماش ترسیدم. یه دفعه دیدم مادر دوستم با سرعت داره میاد سمت ما. منم سرمو پایین انداختم، نگام افتاد به پاهاش. یا خدا، پاهاش چند سانت از زمین فاصله داشت. زنی رو دیدم که نشسته و پاهاشو جمع کرده و سرش رو روی پاهاش گذاشته. به اون گفتم خانم شما اینجا چی کار میکنید؟ وقتی سرش رو بلند کرد، چشمان سرخ، چیزی شبیه هوای غلیظ شده، نمیتونم توصیفش کنم، یه حاله بیرنگ مثل آب به اندازه یه کف دست از سمت راست قفسه سینم خارج شد. با خارج شدن حاله از بدنم حس بی نهایت سبکی و تراوت و خنکی داشتم. امشب ساعت 2 ازش پرسیدم چرا انقدر دیر؟ سجاد گفت تا جایی که من میدونم اجنه و ارواح تو شب بیشتر خودشون نشون میدن. بیشتر وقتا انگار کسی روبروی صورتم نفس میکشید و بیدار میشدم. دست و پامم همش یخ بود که صدای ناله و فریادی نامفهوم توی خونه میپیچید و همه ما اون صدا رو میشنیدیم. هیچ وقت توی زندگیم فراموش نمی کنم. 2 قبیله از اجنه در حال جنگیدن بودن. یکی از قبیله ها از جنس آتش بود. اجنه هایی که بدنشون مثل شعله های آتش می درخشید و از دهنشون آتش بیرون می زد. قبیله دیگه از جنس خاک بود. اجنه هایی که بدنشون شبیه سنگ و خاک بود. قدرت های عظیمی داشتن که از زمین می گرفتن. سنگ ها و شن ها رو به سمت دشمن پرتاب می کردن. صدای جنگ مثل رعد و برق توی سرم می پیچید. آتش به هوا می رفت و خاک و سنگ هم از زمین بلند می شد. من ترسیده بودم